هستیم. دوباره برمیگردم آقای فاطمی، از شما میخوایم بپرسم، شما صحبت های آقای نصرتی هم شنیدین در مورد صحبت های امیرخان منتقی. طالبان با چی دستاورد میگن، هرچند که آقای نصرتی اشارهشان کردن که چی چیز در افغانستان وجود داره که جای بر مخالفت وجود نداشته باشه. دستاورد عمده که طالبان در این 5 سال داشتن که امروز ادعا بکنن که هیچ جای مخالفت نیست و همچنان به اطاعتی، سرکشی و مخالفت که امیرخان منتقی میگه با طالبان جواز شرعی هم نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما خانم محمدی، مهمان نهاد عزیز القدر جناب نصرتی صاحب و بیننده های برنامه شما. من همچنان با آقای نصرتی هم نظر هستم. ما جمله کسایی هستم که در این مبارزه بر علیه امریکایا خودم زندان رفتیم، به نام القاعده گرفتار شدیم، به نام تروریست گرفتار شدیم در امی اروپا. اما ما مبارزه خود از دست ندادیم، چرا که ما به این معتقد بودیم که افغانستان اشغال شدگی بود. یکی اینا میگن دستاورد از اینا، دو دستاوردشان خود چشم پوشی کردن نمیتونم. یکی که حکومت مرکزی دارن، در این شک نیست. دیگه است که امنیت سرتاسری را تا امی دقیقه در دست دارن. اما آیا این امنیت و این حکومت مرکزی ضرورتای ابتدایی مردم حل کرده میتونه؟ آیا مشکلات مردم حل کرده میتونه؟ آیا به اونا رسیدگی کرده میتونه؟ با امی 5 سال از برای ما میگن که حکومت مرکزی است و امنیت سالم. من امنیت چی کنم که برای امنیت فکری مردم نداشته باشه، امنیت روحی نداشته باشه، امنیت مالی نداشته باشه، امنیت تعلیمی نداره؟ امیالی ما شما ببینین ما 1 سال بعد دیگه ما خواهرای دکتر دیگه در افغانستان نداریم. نمیدونم که اینا خود شاید به خواهرها و مادرای خود ما چون به کی خواهند برد. خب ما برای خود حیران هستیم که ما به کجا خواهیم برد. این یک مشکل بزرگ ما. ببینین تنها دکتر نی، امین نرس یک جزء لاینفک ضرورت اجتماعی بشر است. امین نرس ما شما سابق اگر نرس نداشتیم، قابله ها داشتیم، در قریه ها داشتیم، نصف شو به خانه ها می رفتن و امو ضرورت انسانی را پوره می کردن. اما ایران نداریم. بنان مشکلات کشور نهایت زیاد است. یکی اینا میگن که صحبت کردن در مقابل نظام غلط است یا بغاوت است. من 2 مثال از صدر اسلام برشان میتونم. یکی که فرزن اگه اجازه نبود در مقابل حضرت عمر که امپراتور وقت خود بود، یک قدرت بزرگ بود، چرا یک نفر استاد میشه و از یخن میگه که عمر اگه تو برای درست نری باشم شیر درستت میکنم؟ آیا این بغاوت است؟ آیا این بغاوت است؟ این خب بغاوت نیست، بلکه اسلام برای ما درس میده که اگر رهبرت قایدت برای خدا و رسول روان نباشه تو حق اصلاحش داری. مثال دوم تاریخی را براتون میگم. اگر مسئله از بیعت باشه، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم باشه، اینا برای ما این گپ میزنن. خب باز من این سوال راجع میکنم که می جد بزرگ من حضرت امام حسین در موقع، چرا که تمام امت اسلامی بیعت کرده بود به یزید و معاویه، حاجی خو انکار کرده نمیتونین. یگانه کسی که بیعت نکرد امام حسین نکرد. اینال امام حسین در بغاوت حساب میکنین؟ آیا این بغاوت بود؟ بغاوت نبود، برای اصلاح بود. بله آقای فاطمی، اجازه بدید اینجا من یک سوال از شما داشته باشم. شما به 2 چیز اشاره کردین در صحبت‌هایتان، اینی که امنیت سرتاسری در افغانستان است و حاکمیت مرکزی که در حال حاضر طالبان دارن. خب امنیت سرتاسری را ما دیدیم که پاکستان چقدر راحت اومد به خاک افغانستان و در بخش‌های مختلف حمله انجام داد. تنها یک اگر مثال بزنیم، شفاخانه درمان معتادین بود که 400 یا بیش از 400 تن ما کشته داریم در اونجا. یک قسمت امنیت و حاکمیت مرکزی چگونه که حاکمیت مرکزی داریم که هیچ کس اجازه یا هیچ حزب و گروه اجازه فعالیت نداره. اگر چهره‌هایی هم که در داخل افغانستان است چون حامد کرزی و عبدالله اینا حتی اجازه ندارن که کسی بیای بدون هماهنگی با استخبارات و بیای بر از اینا صحبت بکنن. مردم نفس کشیدن نمیتونن. در مقابل 20 میلیون گرسنه در افغانستان رهبر طالبان میگه شما شکر بکنین که نظام اسلامی است. خب جوابتان من لازم حقوقی براتون جواب میتونم. مگذاریم از گپای طرف. در مورد حمله خود به شما معلومه یکی مسئله داخلی است، امنیت داخلی است، یکی تجاوز بیرونی است. تجاوز بیرونی با قوی ترین مملکت انجام شده میتونه و عمل ما شما صحنه‌اش داریم. ایران از داخل
نظام کاملا نه، مگر زیر حمله بیرونی است. به حمله بیرونی به معنای بی‌ثباتی نظام نمیتونه شده در هیچ جای. در امریکا هم یعنی ما شما واقعیات داریم. ببینید حاکمیت مرکزی، ما در حقوق سیاسی حاکمیت ها داریم. استبدادی، حاکمیت استبدادی است، حاکمیت است اما استبدادی است. و حاکمیت دموکرات هم داریم که از مردمی است. بنان حاکمیت موجود است، ای که فرزن به شکل استبدادی به پیش میره. ما 6 نوع نظام در خب شما چگونه میبینین این حاکمیت استبدادی است یا که نه؟ ببین در شکل فعلیش استبدادی است. بله. در شکل فعلی، چرا که وقتی که شما صدای ملت نمیشنوین، وقتی که شما جلوی جرگه را نمیخواین، وقتی که شما به مردم حق نمیدین، وقتی که شما یک گروه مطلق حاکمه میباشه که در پیشوندت ملا نباشه، تو حق کار نداری. ولو دکتر باشی باید ملا را اول نوشته کنی. ما ایره دمی 2 هفته در 3 برنامه گپ ما زدیم که اول نوشته میکنه ملا، باز نوشته میکنه پروفسور دکتر فلانی، که ملا رو نوشته نکنه مقرر نمیشه. و من دمی دیروز نه پریروز انتقاد کردم. ببینین عمل ما با نیپوتیزم در دوران گذشته انتقاد داشتیم که چرا از یک ولسوالی، چرا از یک ولایت 18 وزیر باشه، چرا این ملت دیگرها حق ندارن، دیگرها حق ندارن که بیای، تمام ملت حق داره که بیای. بنان آن میبینیم دمی امارت اسلامی نیپوتیزم به اوج خود رسیدگی است. خودش وزیر خارجه است، بچه خالی خود روان کرد به دیلی. فعلا سفارت دیلی در دست بچه خالیش است. خودش وزیر از فوایدامه، بچهش است در آسیای میانه. خودش سفیر است در کشور عربی، پسرش سفیر است در کشور اسکاندیناویایی. بله. بنان هیچ کسی از بیرون از حلقه نیست. نیپوتیزم به اوج خود رسیده. در امی آقای متقی در وزارت خارجه، سکرتر برادرش، نفر اول در برادرش، نفر دیگه برادرش. وقتی که من انتقادات شروع کردم 3 سال قبل و به امارت اسلامی گفتم که جنایت باید بند کنین، ملا هیبت الله یک فرمان صادر کرد، گفت که در یک وزارت از یک نفر از یک فامیل نفر دوم اجازه نداره، بند کردی کاره. میفهمین که اینا چی کار کردن در مقابل از این فرمان؟ این گپ ما دیروزم در یک برنامه زدم. اینا تو کار کردن که یک به وزیر دیگه زنگ زد که خب امی که نفرای ما که از فامیل ما بود آلیره تو بگی در وزارتت، نفرای خورزاده و برادرزاده تبت در وزارت ما، به حساب بدل شروع کردن. فرمان به این رقم. ما دیروز نه پریروز در یک برنامه خود در چینل آریکا گفتم که ملا هیبت الله باید به این متوجه شود که با فرمانش بازی صورت گرفته. اگر میخواد که فرمان خود تطبیق کنه، باید ایرم صادر کنه که نمیتونن که پدر وزیر باشه و 4 پسر رئیس باشه. و این است فعلا. از این بابت ما با این استدلال که لحاظ حقوقیان براتان کردم، لحاظ اسلامیان براتان کردم و لحاظ شواهدان براتان کردم. من ایره براتان گفتم میتونم که صحبت‌های که متقی کرده درست نیست، صحبت‌های متقی دقیق نیست، صحبت‌های حکومت درست است که امنیت در دست داره، حکومت مرکزی یا استبدادی و به هر شکل کس حاکم است، مطلق است در وطن، پاکت‌های جنگ وجود نداره. مگرم آیا مردم در آرامش هستن؟ نخیر. آیا سیستم تعلیمی فعال است؟ نخیر نیست. آیا روابط بین المللی ما درست است؟ نخیر نیست. آیا ما سیستم اقتصادی درست داریم؟ نخیر نداریم. آیا ما تجارت متوازن داریم؟ ما تجارت متوازن نداریم. در تمام تجارت هایی که در منطقه داریم ما تشکر آقای فاطمی. از این بابت که وطن در حالت بهتر است و صحبت کردن در مقابلش، بنان صحبت کردن در مقابلش حق هر افغان است که صحبت کنه. اول ما به خودی حق میتونم به اساس اونمو دلایلی که اگر یک نفر در مقابل امیرالمومنین استاد شده میتونه، بنان هیبت الله از مولا عمر که در بالاتر نیست، از حضرت عمر رضی الله عنه که در برتر و با والاتر نیست. او بسیار شخصیت والا بود. اگر در مقابل امام حسین استاد شده میتونه، ما یکی از اولادیش هستم، این جرأت با خود میتونم، خونش در وجود ما در مقابل بی‌عدالتی استاد میشم. و ما مبارزی برای چیزی که کرده بودیم که نظام واقعی اسلامی به افغانستان بیاید، عدالت پیاده شود و با مردم حقوقش داده شود و هر کس خود در امن اسلام و در حقوق اقتصادی بدانه. ما او رقم نظام میخوایم، نه نظام مطلق العنان یک گروه مطلقه را که با خواهش خود پیش برن و به هیچ اصول قواعد بین المللی تمکین نکنن.
بله تشکر. دوباره برمیگردم آقای نصرتی، شما صحبت آقای فاطمی را شنیدین به اینکه خب در حال حاضر یک حاکمیت استبدادی در افغانستان حاکم هسته و اینا حرف مردم نمیشنون و نه به خواسته های مردم توجه میکنن و اعتنا دارن و در مقابلش هم میگن شما شکرگزار باشید. آخرین گزارش هم که یک هفته پیش شورای امنیت سازمان ملل به نشر رسید، مردم در یک وضعیت قرار دارن که حتی نمیتونن بیرونشان و صداشون بلند بکنن. در اون گزارش گفته شد که طالبان زنان را مورد شکنجه قرار میدن، تجاوز و خشونت در زندان ها قرار میده که میتونه بسیار زیاد وضعیت نگران کننده نشان بده. با این حالت مردم دینمی حاکمیت چی باید بکنن؟ باید دوام بیارن در مقابل طالب؟ تشکر. اول خب باید بریم به طرف از اینکه اینا واقعا امنیت 100% را در کشور آوردن و گفته که جز توهم چیز دیگری نیست که آقای متقی فکر میکنه که مخالفین یک بلست سرزمین هم تاله نتانسته گرفته. پس این اقرار کردنش است. مخالفین وجود داره، وجود مخالفین انکار کرده نمیتونه. بنابراین ما برشان میگیم که مخالفت تنها در میدان نظامی نیست که شما فکر کنید. وقتی مردم یک کشور فقیر، ناامید و محروم هستند، این مخالفت در دلهای از اون ملت یا اون مردمان یا اون اقوام شکل میگیره. این خطرناکترین مخالفت است. درست؟ یعنی که یا نمیفهمه که همسایه‌ش هم که در پالیش هست و فقیر است، او هم دشمن است. چون هر بلست و هر وجب او خاک زیر پای مخالفین از اینا امروز است. شما 95% مردم افغانستان به فقر زندگی دارن، نان صبح دارن، شام نی. وقتی که رجوع میکنیم به تاریخ بشریت و از اونجا همی که اقتباس میگیم از تجارب تاریخی میگیریم، چی را برای ما میتن؟ این نیست که حکومت‌های اگر ملت‌های حکومت‌هایی را بر سر قدرت میرسانند و آنها نتانن عدالت به طور واقعی تطبیق کنند به طور یکسان در جامعه و نتانن شکم مردم سیر کنند، همان ملت هاست که همان حکومت ها را زیر پای خود سرنگون میکنند. بنان امروز یاها باید بفهمن که مردم وقتی که ناراض است، یعنی که مخالفین در هر بلست از این خاک وجود داره. فقط یک چیز است که مردم افغانستان که جامعه جهانی صدای ما را جدی بگیره. اصلا کشورهای افغانستان هرگز مستقل نبودن، خاصتا 50 سال اخیر تمام دستگاه‌های استخباراتی این کشورها خودشان هم در یک سردرگمی به سر میبرن. کشورهای ذی‌دخل و مختلف المنافع، مختلف المنافع میگیم اینا را در داخل کشورمون. کسش به خاطر امنیتش با اینا رابطه داره، کسش به خاطر مسائل ترانزیتی تجارتیش، کس از این که چطور به کدام گروهی از اینا یک گروه هستن ولی در درون خودشان به چندین گروه و هر گروهی از این به چندین استخبارات وابسته است. بنان در جایی که آقا صدا میکنه به خاطر کوچلی ها را آرامتر بسازه و اونا را روحیه بده و کسایی که نمیفهمند در افغانستان روحیه بده، ما یک اتحاد کامل طالبا داره، خدشه ناپذیر است. در حالی که شما تاریخ شهادت میده در سال 2022 بود فکر کنم، بزرگترین شخصیت از اینا که واقعا آدم صاحب فهم بود، آقای استانکزی، کسی که یکی از چهره های کلیدی طالب و رئیس مذاکره کننده دوحه. شما دیدن که با کلی مخالفت خود علنی در برابر از اینا اعلان کرد و آوارگی خود قبول کرد، اما در کنار مردم افغانستان ایستاد شد نسبت بر منافع شخصی خودش. اگر اونجا می بودی هم از معادن منابع زیرزمینی و سرزمین افغانستان امروز میلیاردر می بود. کل چیز فدای اون خواسته هایی کرد که به خاطر مردم افغانستان میخواست و یک انقلاب برپا کرد. اینا در تاریخ باز میمانند چون در کنار ما مردم ماندن. امروز با آوارگی به سر میبره ولی عزت نفس
بله آقای نصرتی، یک سوال از شما دارم. شما به مخالفت ها اشاره کردین. یک بحث خب در اختلافات درونی طالبان است که بارها انکار کردن، اما شما گفتین که این چنین چیز نیست، اختلاف وجود داره در تمام سطوح شهر. و یکی هم بحث مخالفین طالبان هستن. مخالفین در کنار از اینکه خب هر یکی از مردم افغانستان که اگر گرسنه هستن خب مخالف در برابر طالب هستن یا اگر آزادیشان محدود شده. رهبرایی که در گذشته بودن و در حال حاضر به یک مخالف در برابر طالب تبدیل شدن، ما در حدود 3 جبهه نظامی داریم در برابر طالب: روند سبز است، جبهه مقاومت و جبهه آزادی. اگر به عملیاتی که اینا انجام دادن و حمله هایی که انجام دادن ببینیم، اینا فکر میکنین یک چالش ایجاد کرده باشن در برابر طالب یا که خیر؟ اگر امیر از مولا متقیم پرسان کنین اینی گپ گفت نه چالش ایجاد نکرده اونو بله گفتم که یک وجب خاک افغانستان هم ندارن و در دستشان نیست و حضور هم ندارن در افغانستان. نه و خب چیزی نیست که بیکارا به ابتکار ضرورت داره و باید که ببینین بانو زرمینی عزیز، استعدادهای خداوندی دیگه چیز است و باز تعهد بر راه و هدفی که میگیرین دیگه چیز است و با اون مبارزه که در کنار شما وبرای در میدان مبارزه باز دستش ختم میشه، باز قدر ضمیر و وجدان باشه که از زن اولاد از او حمایت صورت بگیره که شده، این دیگه چیز است. یکی جوانای احساساتی است که طفل‌ها بازی میخورن، فکر میکنن کدام گپ هست، در حالی که افغانستان امروز که سردرگم میگم عبارت از امریکا، روسیه، ایران، پاکستان، چین و تا هندوستانی کشورهایی است که زیدخل هستند. اینا تا که در یک همکاری مشترک قرار نگیرن، به نام همکاری هست ولی در درون رقابت بین از اینا هست و مردم افغانستان هم در یک سردرگمی آمدیم برای از که آقای متقی را باید بفهمانیم که ما مردم افغانستان میفهمن ایره که شما اتحاد ندارین، برای از که یک تعداد یک گروه شما در یک استخبارات است، دیگه تان در دیگه. این استخبارات ها امروز دور هم به نام همکاری استاد هستند تا ای که بی‌ثباتی بیشتر در منطقه جلوگیری شود. هر وقت که رقابت در رقابت هستن، هر وقت که رقابت از اینی را یادگار اینجا پیشتان باشه گپ من، هر وقت که رقابت از این کشورها با مقابل یکی دیگهشان بالا بره، شما مطمئن باشین که در درون طالبان رقابت ها بالا میره، برای که او گروه به او استخبارات، او گروه به او استخبارات و مطابق به هدایت از استخبارات ها حتی میشه که به طرف جنگ داخلی خود از اینا برن. ایره مردم افغانستان بنان هیچ نوع اتحاد وجود نداره. اصل اتحاد چند کشور است که نمیخواه که افغانستان این امروز هر کشوره که از یک مخالف پاک طالب حمایت کنه که او اثرگذار باشه در داخل اجتماع افغانستان، یعنی که پایگاه اجتماعی داشته باشه، مطمئن باشین که طالب با بحران عظیم در ظرف یک هفته میره. حالی است که هیچ کس نمیکنه و اینا فکر کردن که ما آرام هستیم و مردم سرکوب کرده میرن. یک جامعه که مکتبش بسته، کار وجود نداره، گرسنگی و فاقگی هست، محرومیت هست، بدون محکمه سربریدن هست، زمین های مردم چور کردن است، معادن هر روز شما میبینید در هر ولایتتان به چور و چپاول افتادن است و بعد از دوباره شما یکیتان میرین در یک جای مایده میکنید. افغانستان در جهان به حیث یک کشور رسمی شناخته نمیشه، چوکی ملل متحد در دست نداره، شما به کنوانسیون های ملل متحد افغانستان امروز پابند نیست. چطور شما فکر کرده میتونین که شما در آینده در پالیش چیزایی که وجود داره برای شکنندگی شما، برتری قومی وجود داره، رقابت قدرت طلبی در بین خودتان بالا رفته و این طرف هم حقوق بشر و حقوق زنان را بعد از جامعه جهانی دیگه فشار شما را میده و از سوم هم مردم افغانستان دیگه سکوت نخواهد کرد. این ترکیب میتونه برای شما یک شدید یک تکان کلان باشه که این یک بم صوتی است. افغانستان 90% افغانستان مخالف از یاست. این بم چی وقت انفجار به طور خلاص بر شما یک جمله میگم، افهم میخوایم زیادتر گپ بزنیم. اتو فکر کنین که در افغانستان گیس یا گاز پخش شدگی است. هر یکی است که تاریخ میسازه فقط به یک گوگرد ضرورت داره چنان انفجار کنه که هیچ کس حساب خود، حتی می کشورهای همسایه که منافع خود در نظر گرفتن و حقوق مردم افغانستان، اینا خود تعهد دارن در برابر سازمان ملل و کنوانسیون های ملل متحد. مطابق با او با اینا واجب و لازم است بر اینا که مطابق با او باید با مردم افغانستان که اسیر شدن باید رفتار کنن. بله
تشکر. دوباره برمیگردم آقای فاطمی. آقای نصرتی هم اشاره کردن در مورد خب موفقیت سیاسی طالبان هم اشاره کردن. در کنار از اینکه خب طالبان در حال حاضر نتونستن که مشروعیت داخلی را به دست بیارن و مشروعیت مردمی داشته باشن، در بیرون از افغانستان هم همین گونه است. اینا جز روسیه کشور دیگه آدم آماده نیست و حتی کشورهای اسلامی که اینا را به رسمیت بشناسن. آقای نصرتی در مورد کرسی سازمان ملل متحد هم اشاره کردن که در این 5 سال طالبان نتونستن که به دست بیارن. دورتر نریم، نزدیکتر اگر بریم، همین تاجیکستان حکومت طالبان نتونسته که لااقل این سفارت افغانستان را در تاجیکستان اینا به دست بیارن. با این حالت افغانستان میره به طرف یک انزوای کاملا سیاسی با این عملکرد که اینا دارن، چی در داخل و چی هم در بیرون. خب ما سه حرف میخوام در اینجا بزنم. یکی ایست که از لحاظ دیپلماسی پالیسی های بیرونی شما انعکاس دهنده پالیسی های داخلی شما است. بله. وقتی که امور شما در داخل منظم باشه، مردم خوش باشه، نظام قوی باشه، انعکاس از بیرون مثبت میآید. ولو که مخالفتان هم باشه، اونا به مخالفت نمیان، میفهمن که ملت متحد است، قوی است، بنان با این جنگ کردن ممکن نیست، از راه تفاهم پیش میآین. وقتی که شما از درون تضعیف می باشین، انعکاس بیرونی همی است که اونا اعتنایی بر شما ندارن و عکس العمل منفی صورت میگیره. چون طالبا کار خانگی داخلی را درست انجام ندادن در 5 سال گذشته، با وجود تمام سر و صداهای ما، با وجود تمام همی مخالفت را که ما به گردن گرفتیم و دشمنی از اینا را بر گردن گرفتیم، با تمام زحماتی که کشیده بودیم، ما را مخالفینه که کسی که برش روزمانه دشنام میداد او را هر روز در چینل ها شاندن، دوستایشان شده و ما که در سنگر بایشان بودیم و خون و جگر ما را خوردیم، حال ما در صف مخالف هستیم. چرا که ما اونا وری خود فروختن نیستیم. ما از خاطر منافع خود اگر کار میکردم، ما معامل بسیار در اونجا بر ما زنگم زدن، مرا دعوتم کردن، مرا گفتن که تو بیا نزدیک گپ بزن، بسیار گپای. ما گفتم ما آدمی نیستم که شما مرا اگر میخوای خوش کنی مرا اونجا نخوای، اونجا داخل نظام تجور که ما در اینجا خوش هستم. تو در اونجا با ملت ما حق بتی، تو با خواهر و مادر ما حق بتی، اصولش بتی، قوانین. چرا که ما لحاظ حقوق سیاسی ملت های بعد از جنگ بسیار یک فرمول کوتاه مختصر داره. ایرا مارگنتو بسیار ساده برای ما فرمول 5 چیز داده. اگر میخوای که ملت بعد از جنگ را با اصول قواعد بین حقوقی درست بسازی، اول کاری که میکنی تو تعلیمی از این مملکت منظمی است. ما با تعلیم جنگ شروع کردیم. اولی است. دوم تو اقتصادی از او قوی میکنی. چرا بدون اقتصاد تعلیم و صحت و اینا را پیش بردن نمیتونی. و در اقتصاد هم مارگنتو میگه که ذخایر را که داری او را به شکل مساویانه در بین ملت تقسیم میکنی. مسئله سیومت که میای او مسئله دفاعیت است. بعد از او باز اول ببینید چی از تعلیم است. مردم روشن فکر بساز، مردم رای خود پیدا میکنه، فروخته نمیشه، وطن خود نمیفروشه، خیانت نمیکنه، خود نمیفروشه، ضمیر خود نمیفروشه. کی خود میفروشه؟ ذهن تاریک و به تعلیم بی سواد. و از همین علت است که ما شما بارها فروخته میشیم. گاهی روس میایه ما را روسا ما را به چی خریده بودن؟ ما چون آقای نصرتی حتما که بسیار جوان معلوم میشن، ما دوره برای ما معلوم است امی کمونیستا هر شب جمعه به سفارت روسیه میرفتن، مرغ، شیر، بسکیت میگرفتن. افغانستان را به این سی چیز فروختن. زمیر فروش ها مرغ برشان میداد، شیر برشان میداد، بسکیت میداد. ما چون که خانم زرمینه گاهی را شنیده بودین یا نشنیده بودین؟ نه خیلی بنش. امی کمونیستا هر شب جمعه به سفارت مسکو در کابل میرفتن و اینی خوراکه را میگرفتن. اینا ببینن امی وطن با امریکا چطور فروختن؟ در مقابل دلار فروختن. چند دلار گرفتن، ضمیر و شرف و عزت فروختن. چرا فروختن؟ از خاطر که تعلیم نبود در این مملکت، سواد نبود. تو مردم ایران چرا میل مقاومت دارن؟ فرهنگشان بلند است، سویه علمی مردم بلند است. با وجودی که با نظام مخالفت داشتن، وقتی که دیدن که مملکتش در ورطه هلاکت است، در پشت ملت خود گفت که برای ما مهم نیست که کی است، سرزمین مرا داره خراب میکنه. یک مشت استاد شدن. چی است؟ مردم فرهنگی هستن. خلای ما چی است؟ بنان پلر اول
ملت سازی تعلیم است. ما در تعلیم به عوض که تعلیم کنیم ما دروازه ها را بند کردیم، پانتون را بند کردیم. به عوضش ما مخالف مدارس نیستم، اما اگر تو تنها به مدارس پیش میری دنیا امروز بدون ساینس و تکنولوژی با پیش نمیره. خب مشکل همین است آقای فاطمی که اینا گپ نمیشنون، هیچ صدایی از مردم اینا شنیده نمیشه. اینا هم تاکید هم اینمیست که افغانستان گلزار است و هیچ خرابی و بحران در افغانستان نیست. خب ما میخوام که تیزیس خود چیز کنم. ببینید تعلیم باز برای تو گفته اقتصاد چیز کو، بعد از او وزارت دفاعی است، باز روابط بیرونی است، دیپلماسی است، نه دیپلماسی، باز عدالت اجتماعی است. اینی 5 پلر است که یک نظام جور میکنه نظام های بعد از جنگ. ما کدام یه زیر درست تطبیق کردیم؟ 5 سال است که میگیم آل تازه با روسا تا معاهده امضا کردن. این 5 سال ما چی میکردن؟ بارها گفتیم که برای خدا دزد پاکستان هر روز میاد اولاد مرا میزنه میکشه و من مرمی ندارم که دفاع کنم از خود. بنان دفاعی ما از کجا شد؟ اقتصاد زیربنای ما درست است که طالبا لحاظ کارهای زیربنایی کارهایی را کردن که دی 100 سال هیچ حکومتی نکرده بوده. از این چشم پوشی نمیتونشتن، بسیار کارهای زیربنایی را کردن. مثلا میشه چند پروژه کلان اقتصادی را که طالبان عملی کرده باشه شما بگین؟ بسیار لیستش بسیار دراز است. ببینن نه در جمهوریت، نه در دوران حکومت اسلامی، نه در دوران کمونیستا، ما شما قبل از اینکه کمونیستا بیان ما شما فابریکه قند بغلا نداشتیم، ما شما فابریکه سمنت غوری بغلا نداشتیم، ما شما فابریکه چیزا کندز از روغن نداشتیم، ما شما فابریکه های نساجی داشتیم، ما شما سرکای سالم داشتیم. در دوران جهاد کلگی زده شد. نظام آمد، امریکایی آمد 2300 میلیارد آورد، یکیش برتان جور نکرد. نه فابریکه قند تا پس فعال کرد، نه سمنت غوری تا فعال کرد، نه یک بند برق برتان جور کرد، بغیر از بند سلما که او را هندوستان جور کرده. او را هندوستان جور کرده، امریکا جور نکرده، دیگه که جور نکرده، او را هندوستان جور کرده. برای من نشان بتین که یک بند در طول 20 سال ساخته شده باشه. آقای فاطمی این سوال من از شما هم دارم. برای من نشان بتین که یک بند طالب ساخته باشه. 470 بند طالبان میل زیر دست دارن. اما با عنوان خبرنگار من بخش زیاد از گزارش‌های اقتصادی را تحقیق میکنم. این چنین پروژه‌های بزرگ در افغانستان بندای افغانستان ببینین. ما تمام بندای افغانستان که طالبان فعلا زیر دست دارن 87 بندای بسیار بزرگه که بند بخش آباد در او است، بخشای بند دیگه از هلمند است، از هرات است. اما یک بخش بزرگ از این بندها کارهایش در زمان جمهوریت پیش رفته. از اون پروژه کلان اقتصادی کانال قشقیپا یک بخش کلانش جمهوریت تکمیل کرد. نکرده تکمیل، اینا تکمیل کردن، اینا افتتاح کردن. از این چشم پوشی شده نمیتونه. امین مولا برادر رفته به افتتاحش، 2 بار افتتاح کردن یک پروژه را. بسیار پروژه را افتتاح کردن. از این معلوم میشه که شما معلوماتتان به کلی سطحی. اما پروژه کلان منطقه‌ای اقتصادی که بر افغانستان میتونست تاثیرگذار باشه و اقتصاد افغانستان خوب بکنه کاسا 1000 بود. پروژه تاپی بود. اینا به کجا پیش رفتن که افغانستان از این رو به دیگر رو بسازه؟ نه او مشکلات بین‌المللی داره. تا شما به رسمیت شناخته نشوین اون قراردادها او مایده را به پیش برده نمیتونین. اما اینا ببینین شما در میتوری 20 سال جمهوریت سیخ گلتان از پاکستان بود. حالا سیخ گل از پاکستان نمیخرین. خود افغانستان سیخ گل داره. اما ما گزارشگر اقتصادی بودم، من همه از اینا را در دوره جمهوریت دیدم دانه که کدام افغانستان سمنت نمیخره از دیگه جای. 2 فابریکه سابقه تان فعال کرد، 2 فابریکه جدید بنیان گذاری. خود طالب فعال کرد؟ بله خود طالب کرد. کی کرد؟ دی 5 سال کی کرد؟ بر ما بگین. خب بیاین با هم محاسبه میکنیم. ما براتون بگم طالب بسیار کارهای زیربنایی را کرده. بندای آب جور کرده. 470 لیستش موجود است. درست. آقای فاطمی اجازه بدین اگر من اشتباه میکنم آقای نصرتی اصلاح بکنن و بگن که واقعا کار در بخش اقتصادی صورت گرفته. آقای نصرتی بفرمایید. تشکر. ببینید ما در فکر عزیزیم که چطور امشب در خانه اولاد وطن ما روزی میرسد. بله. امروز مرد خواهرای ما در رویای سرک پشت نان سرگردان است. اگر کار زیربنایی وجود داره چرا هتره است؟ سرکی که ما تا جایی که من خبر دارم در هفته میگن 40 میلیون دلار در هفته 80 میلیون دلار امریکا اینا را تنها میتن و در پالیش که هندوستان
فول اکمالات میشه. از این پول 70% از این به خاطر اسلحه و مدافعه و برای داعش و برای القاعده و برای گروه های تروریستی دیگه سلاح خریدن است و مدرسه سازی کردن است و 30% از این به خاطر خاک زدن به چشم مردم، اینی پل جور کو او پل جور کو او پل نان نمیار. برادر ما امروز گشنه است، چی کرده میتونی کت من؟ وطن ما گشنه است. قدرت در افغانستان وجود نداره که او را اشرف غنی همی بند که طرف ایران آبش میره بند هلمند است چیست ایره که جور کرد بسیار زیر فشار بود که هندوستان رو کرد، ولی در دوران از او یک اصول داشتن روابط که آبها مربوط به جغرافیای خاص نمیشه، برای از که چیزهایی که اجتماعی است در سطح جهان در کنوانسیون بین الملل ثبت است که مثل که اکسیژن، شما نمیتونین اکسیژن در امریکا قید کنین و بر آلمان نرسن. اگر آب نره در یک کشور دیگه اونجا چی میشه؟ درختها فلج میشه. زمانی که درخت و سرسبزی از بین رفت اکسیژن اقلیم خراب میشه. بنان به این خاطری در کنوانسیون های ملل متحد است که آب کسبان کردن نمیتونه، گرچه قیمت ترین چیز است، ولی متاسفانه عالم میخوان من حیث اسلحه از او کار بگیرن در مقابل رقیبش. بنان کشورهای کوچک و خاصتا ما بیچاره ها خود باید قناعت کنیم ما چیزی نیستیم. ای که کتا کتا میگردیم این علایه گفسی طبیعت ما نان نداریم، لبای خود چرب میکنیم که ما نان خوردیم بسیار خوب. بنان این کشورها در نظم جهانی وجود ندارن که اینا بدون اجازه قدرت ها کار کنن، باز بند برق بسازن که باز اول در دیگه کشور بند کنن یا ای که سرحدات خطاندازی کنن تغییر بدن. حتی باور کنین که در نظم امروز جهان که هست شما حتی کشورهایی که مثل پاکستان مثل حتی عربستان اینا قرارداد تجارتی خود بدون در نظر داشت قدرت بزرگ نمیتونه با یک کشور رقیبش بکنن. بنان امی فکر کنیم بندهای عب کوچک حتمی ساختن که یک قریه را مثال 100 خانه را او بتن اترایی کار خوب است کردن، از کجا کردن، پولش از کجا شده اینان. خب ما نمیخوایم که با حکومت مفسد 20 ساله او را در رقابت پرتام، نه حکومت مفسد با یک حکومت انتحاری و انفجاری و ظالم و بی‌عدالت که هیچ چیزا گفته جناب فاطمی صاحب میگه مردکه دکترا داره یک عمر تحصیل کرده در پیشروی که نام از او باید ملا نوشته شود. چرا؟ آلو بدر میگم با قرآن اگر من ملا باشم چرا مرا ملا میکنی؟ گناهکار میشین. میگه پشت گناه نگر که ملک ملاست. ما با نام ملا مخالفت نداریم، ولی ملا جایش برای ما همین دینه که مادر کلانهای ما برای ما یاد دادن عجب دینه بود. برای ما میگفت که بچیم همسایه تگه گشنه باشه نان تا با اون نیم کنی. برای ما میگفت که وقتی کلان رو میبینی در دستش خلطی است، تو جدی براتون میگم دستن ما 85 سال میگفت خلطی است و کلانسن است، بچه مو رو میبری از راه مکتب و میگی تا دان خانیش بود، یعنی مکتب انسانیت توشیح میکرد. آقا انسان نشده در هر دینی که برای باعث در هر قوم هر دین هر لسانی که آدمی که انسان نشده داخل شده او را از کار مندازه. پس اولین چیز انسانیت است. شما باید احترام به مکتب انسانیت کنین چون انسان به دنیا آمده. بعد از اون تاپه خوردین به نام عیسوی و اینا آن. پل ما هم نوستیم، درد ما درد مشترک است. حال از این گپا میگذاریم با این چیزا ساخته نمیشه. شما باید یک حکومت ملی حکومت را شما گفته میتونین که رئیس جمهورش بیش از قوم خودش در میان اقوام دیگر محبوبیت حاصل کنه تا پایه های اجتماعی از او وسیع شود تا ای که سیاستایش در کل جامعه پذیرفتنی باشه. این شد حکومت ملی. این چطور شده میتونه؟ شما به تمام اقوام برسید. شما اون اومدن را که از بدخشان در چور انداختید و مافیا آمده این نیست. اونجا اونو بنده برای 200 نفر جور میکنه که اینی مسئله کتی که به اصطلاح دارایی عامی آیندگان ما و شماست، نسل های بعدی ما
با چور و چپاول و غارت افتاده از این توجه دور شود. تشکر. اینجاست که بنیاد یک سرزمین، یک زیربنای یک سرزمین از بین رفته میره. در دوران ازوا در هلمند تمام چیزای ما چور شد توسط بیرونیا و در دوران ازیا خب به رشوت که امروز است خدا شاهد است که از مخالفین سرسخت حکومت 20 ساله بودیم. ما به خاطر امو حکومت از کشور با طفلای اخراج شدیم، 13 مملکت آوارگی دیدیم، ولی والله براتان اقرار میکنم که اینا در روز یک ماه 2 ماه یا 6 ماه تیر شده بود. من در مصاحبه در طلوع می خبرنامه بود چی بود یک حال یادم رفته حالا که جناب از شما یاد کرد فاطمی سر در اینجا گفتم چور کونا کردن شما سر از وار خاریدین. اینی واقعیت هست در یک وطن که چور و چپاول باشه. تشکر. شما انتظار از او را نکنید. یک گفته آقای فاطمی مکتب و تعلیم که نباشه چرا انتظار دارین که کار بنیادی بشه؟ کار بنیادی در یک کشور معلم است، وحدت ملیش است. درست. تمام. تشکر. آقای فاطمی ما بس را جنبندی میکنم. به عنوان سوال آخر میخوایم بپرسم از شما که خب زیر این حاکمیت در یک چهاردیواری ملایی مردم که گروگان هستن چی باید بکنن؟ ما با این وضعیت ادامه پیدا میکنیم اگر طالب به این خواسته ها توجه نکنن. درست پروژه اقتصادی هم اگر عملی شده باشه اما نتونسته که درد مردم دوا بکنه، پس با این حال چی کار صورت بگیره؟ دایی واضح است که اگه اینا در روش خود تغییر نبیارن به این رقم نظام دوام کرده نمیتونن. این و کلی ما از روز اول گفتیم تا باید در روش خود تغییر بیارن. در مورد پروژه های اقتصادی باید بگم پروژه های اقتصادی نتایج زود نمیده. با خود شما معلومه با نصرت یک پروژه که شما حالا میگذارن 5 سال بعد نتیجه میده و از اینا از آمدنشان 5 سال شده. کار بنایی را که کردن نتایج زیر بعدن فرض نمی نتیجه کانال قشتیپره که امید است امسال اگر پوره شود 5 سال آینده ما و شما از گندم خودکفا میشیم. این یقینی است و اینمی دشمنا را ورخطا کرده هم در تمام اطراف. یکی از زیربناترین چیز است. با این رقم 2-3 کانالای دیگر در سمت مشرقی شروع کردن. بسیار زیربنایی است و اگه اینا فعال شوه آبهای ما مهار میشه. درست است اگه بند بعدن جور میشه اما وقتی که آب با کانالا مهار کنن و این طرف دور بتن و به حساب زراعت ما رونق پیدا کنه ما شما خودکفا میشیم. اما در ظرف 1 سال 2 سال چیز ممکن نیست. پس دوباره به گپ اصلی که اگر امارت اسلامی در روش خود تغییر نبیاره به ملت رجوع نکنه قانون اساسی را نته امر ثانی از اینا نمیدانم تا چی وقت دوام میکنه این از بین نبره. با واضح گپ است که به طرف فلاکت و بربادی روان میشیم. ما شما محتاج میشیم چیزی که دشمنای ما آرزو داره که ما دکتر نداشته باشم، من نرس نداشته باشم، ما تولید دوا نداشته باشم و اینا از ما بهره بردارن. خوش بود که با شما و با نصرتی چه بودم. روز خوش و همگی میخوام. خدا حافظ. تشکر از شما. آقای نصرتی آخرین صحبت های شما را می داشته باشیم که در این وضعیت مردم تا چه زمانی دوام خواهند آورد؟ خیلی کوتاه بفرمایید. خب مردم عموما انقلابات یکی گفته بود که مردم شکم خزنه شکم سیر باشه انقلاب نمیکنه. گفت موساد خدا کسایی شکمش سیر باشه باز انقلاب نمیکنه دیگه شکمش سیر است. جبر زمان مردم اقوام مختلفی افغانستان هم ایره مجبور میسازن که دیگه به نام لسان قوم سمت اینا گپ نزنن. درد مشترک دی و درد ما درد مشترک است. برای رفع درد مشترک حرکت مشترک ضرورت است. ختم اینمی فرمول است و کس نمیتونه که کشور به نام افغانستان در فکر ازی باشه. فقط یک فریب عام است به خاطر شهرتشان اما نمیفهمند که چقدر ملت دیگه هم اوگار میکنن. فریم ممکن است یک مشت هستی فقط برتر طلبی ها را باید از بین برد. زمان شما میتونین برتری طلبی ها را از بین ببرین که انسان واقعا پاکه که در رگ و وجودش به نام قوم سمت چیزی نباشه در رأس کار برین و از او حمایت کنین و شما میرترین به طرف فلاح و بهبود و آسایش. بنان افغانستان وارد فاز جدید است. من قسم گفتم تمام افغانستان گاز گرفتگی است فقط برای یک گوگرد است. این گوگرد کت توسط کدام شخص میخوره و تاریخ جدید میسازه توسط همین نسل جوان منتظرش باشه. بسیار فضا خطرناک است و یعنی که گفتم بم ساتی است. کشورهای همسایه طالبا و القاعده بیاره بم ساتی فکر میکرده اما فکر نکرده که فضا خودش بم ساتی است. شما بخواین نخواین
بالاخره به نقطه درخشان میرسین به نام انقلاب که تمام گندگی ها از کشورتان توسط نسل جوان باید پاک شود و آیندگان خود سرنوشتش به طور بهتر. ما نسل بدی بودیم که به شما جوانان نتانستیم یک افغانستان پر از آرامش بتیم، ولی شما جوانان را ما با می ضمیری که کسای پاک است و بیرقای شکست خورده کثیف گذشته را در سر شانه نمی کنند، بلکه با اینی صحبت می‌این در درون شما، اینا حتمی یار و یاور و دعاگوی شما می درست. تشکر تشکر از که در این شما. بحث با ما بودید. ممنون شما، سپاس که از شما هم که بیننده موج هستین. وقتتان بخیر، خدا نگهدار.